بچه‌ها حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با اولین ویدیو یوتیوب من، ویدیو آنباکس دیجیکالا. امیدوارم که خوشتون بیاد، سابسکرایب کنید، لایک کنید و ویدیو رو شیر کنید با دوستاتون. بریم شروع کنیم. بذارید اول خودم معرفی کنم. من سارا یوسفی هستم. اسم یوتیوبم بلکت SR. اسم یوتیوبم برای این گذاشتم چون همه میگن تقریبا شبیه گربه‌ای و اینکه عاشق رنگ مشکی. دیگه تو بیشتر ویدیوام قراره رنگ مشکی رو ببینید. امروز اومدیم با آنباکس های دیجیکالا و سایت های مختلف. من قبلا بسته رو باز کردم به خاطر اینکه می‌خواستم ببینم یه سری چیزای داخلش اومده یا نه. میریم سراغ آنباکس دیجیکالای اول. آنباکس دیجیکالای اول سرم پوست بیواکواست که الان باز میکنم داخلش رو ببینید. مشخصاتش هم حتما براتون این گوشه میذارم، قیمت و اینجور. خب اینو دارم باز میکنم. سرم ویتامین C بیواکوا که گفتم مشخصاتش رو این گوشه براتون میذارم. هر هم داخل اتاق. چیکار میکنی شیطون؟ خب میریم سراغ دومی چیزی که از دیجیکالا سفارش دادم. فوم شستشوی روشن کننده بیواکوا. اینم باز میکنم براتون. اسم فوم درمالیفته که من قبلا استفاده کردم. براتون برعکس میگم. قبلا استفاده کردم روزی دوباره دارم استفاده میکنم. خب میریم سراغ سومین چیزی که از دیجیکالا سفارش دادم. خرگوشم همش میاد تو اتاق اذیت میکنه. سومین چیزی که سفارش دادم تونر صورت سینرست. اینم خب تعریفش رو خیلی شنیدم، میخوام استفاده کنم ببینم چطوریه. خب اینم که ضد آفتاب و ضد چروک است. گفتم قیمت مشخصاتش رو حتما بغل میذارم براتون. باز کنم ببینید. اینم اینجوریه، خیلی پکیج خوشگله. بریم سراغ آنباکس بعدی. خب آخرین چیزی که از دیجیکالا سفارش دادم، البته سفارش دادم چیزای دیگه که هنوز نرسیده. رینگ لایت و پای رینگ لایت هم سفارش دادم که قشنگ من بهتون نشون میدم. آخرین چیزی که از دیجیکالا سفارش دادم تقویت کننده موجه و ابرو بیواکواست که من باز کنم ببینید. از ناخنم ببخشید دیگه مجبور شدم یه دفعه بیام داخل دیگه. اینم تقویت کننده موجه و ابروی بلفارول که میخوام بهتون نشون بدم و طبق معمول مشخصاتش رو براتون میذارم. اینم که خب این یه دونه مونده بود، سپایه کوچیک برای رینگ لایت هم که سفارش دادم. برم بازش کنم بیام نشونتون بدم. این هم سپایه‌ای که سفارش دادم با این چیزی که من گوشی بعد گوشی بهش بس کنم. البته فکر کنم یه چیزیش کمه که بعد برم چک کنم، مثلا اینکه آخر سر بعد چک کنم. اینم سپایه. خب بریم سراغ بسته بعد. بسته بعدی رو من دیجیکالا سفارش ندادم، از یه پیج اینستاگرامی سفارش دادم که این پایین پیش می‌کنم. خب بسته اول این سرم درمانی و ضد چروک سادور رتینول دارم هستش، خیلی هم خوبه. بازش می‌کنم که ببینید. طبق اینو خیلی شنیده بودم، برای همین سفارش دادم. اگه استفاده کردم و خوشم اومد نتیجه رو 100% میذارم. این یکی که سفارش دادم سرم قطع ریزش تقویت کننده مو. تعریفش خیلی شنیده بودم، بریم که بازش کنم. آخرین چیزی که از این پیج اینستاگرام سفارش دادم شامپوی ضد ریزش و تقویت کننده و پرپوش کننده مو رزماری که اینم با تعریفش خیلی شنیدم و راستش بخوای امروز اولین روز رفتم همون زدمش، دوست داشتم. خب بچه‌ها میریم سراغ بسته آخر امروزمون از شاینی اکسسوری. بریم بازش کنیم. اینو میخوام جلوی خودتون بسازم. من عاشق این بسته شدم. وای من ذوق این خب این ساعت کاسیه که من سفارش دادم قیمتش هم خیلی خوب بود و اینکه خودم خیلی دوستش داشتم، نتونستم تحمل کنم بازش کردم. فقط تنها چیزی که خورد تو ذوقم این بود که یکم کوچیک‌تر صفحه‌اش، من دوست داشتم صفحه‌اش بزرگتر باشه، داخل پیج معلوم نبود، ولی خب دوستش داشتم. زیادی وارد بهتون نشون بدم. فکرشون نمی‌کنم اینقدر ویدیو زود تموم شه. امیدوارم که دوست داشته باشید و اینکه اگه دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و ویدیو رو شیر کنید با دوستاتون. دوستتون دارم. خدافظ.